سلام و درود خدمت همه بچهای یوتیوب پرشنامه‌ای عزیز، خوش اومدید به چنل خودتون MC2. من مهدی هستم و امروز اومدم یه ماد بهتون معرفی کنم. کرم، ببین خوراک کرم بازیه، کرم ریختن تو جی تی ای سن اندرس. ببین ماد جی تی ای سن اندرسه. خب مادش چجوریه؟ شما اگه احیانا واچ داگز رو بازی کرده باشین میدونید که با گوشیش خیلی میتونست کار انجام بده. خب یعنی همین چیزی هک کنی، همین چیزی کرم بریزی، همین چیزی حساب مردم رو خالی کنی، آره و غیره. خب تو این ماد اومدم ماد واچ داگز رو واسه جی تی ای سن اندرس پیدا کردم. اوکی، اول از همه آموزش نصب رو براتون اول ویدیو میذارم، بعدش که آموزش نصب رو گذاشتم میریم گیم پلی رو نگاه میکنیم. اوکی آقا، بدون معطلی لایک و کامنت سابسکرایب یادتون نره. اگه از ویدیو خوشتون اومد و ما رو هم به دوستانتون معرفی کنید و اون زنگوله رو هم بزنید که هر موقع ویدیو گذاشتم با خبر بشید. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب آقا بریم که آموزش رو بهتون بگم. آقا شما اول از همه من لینک دانلود رو براتون توی دیسکریپشن گذاشتم و حالا میتونید برید از اونجا ماد رو دانلود کنید. سایتش هم فیلتر نیست، همون بدون فیلتر چکم واردش بشید. 1 مگابایت هم از زیاد حجمی نداره. دانلودش کنید، بعد حالا بیاید که آموزش رو بهتون بگم. آقا شما دانلود کنید، یه همچین فایلی بهتون میده، نگاه کنید که داخلش یه همچین محتویاتی داره، مثل چی؟ همین پوشه واچ داگز مود فلان. خب اینو شما میاید چیکار میکنید؟ اکسترکتش میکنید توی دسکتاپ. اوکی، حالا من چون اکسترکتش کردم دیگه نیازی نیست اکسترکت کنم. اوکی، این از اینم از پوشش. بریم واردش بشیم. یه لحظه، اومد بالا. وارد یه همچین فضایی میشید. اوکی، که حالا هم واسه تون آموزش نصب گذاشته به صورت انگلیسی و حالا اگه مثلا توضیحات من متوجه نشدید میتونید همونجا نگاه کنید، ولی خب سعی میکنم به طور احسن بهتون آموزش بدم. خب کاری با اینا نداریم، وارد پوشه جی تی ای سن اندرس میشیم و اینجا 3 تا پوشه به ما میده. آقا یکیش مدلز، کلو و اد جی تی ای 3 آی ام جی. خب آقا مدل و کلو که غالبا همتون میدید دیگه، واسه ریختن مادها توی جی تی ای سن اندرس به 2 تا پوشه نیاز داری، به 2 تا برنامه، یکیش کلو یکیش مدل. اوکی، مدل که البته توش بود، یک کلو. آقا شما میایید پوشه جی تی ای سن اندرس رو باز میکنید، حالا به 2 صورت. خب اگه تو پوشه مثلا موقع نصب، خب اگه نام پوشه رو عوض نکرده باشین که میره توی همون پوشه C توی پروگرام 86X. خب اگر هم که دستکاری کردین موقع نصب میتونید بیاید روی این پوشه یک کلیک راست بزنید و اوپن فایل لوکیشن رو بزنید، واسه تون میاره بالا. اوکی خب آقا ما اینجا 2 تا پوشه داریم به نام کلو. البته شما باید برنامه کلو رو نصب کنید واسه جی تی ای سن اندرستون، که اونم حالا زیاد کاری نداره. مثلا محتویات پوشه رو استخراج میکنیم میذاریم توی پوشه بازی. ما اینجا یه پوشه کلو داریم، میایم اینجا پوشه کلو فولدر واچ داگز رو باز میکنیم. بعد اینجا 2 تا فایل میده به نام واچ داگز و 2 تا حالا پوشه داریم دیگه. همینا رو میایید کپی میکنید، کپی میاید توی کلو و اینجا پیستش میکنید. حالا چون من پیستش کردم یه بار قبلا دیگه مثلا نیازی نیست. اگه شما مثلا پیستش کنید دیگه این پیغامو بهتون نمیده. اوکی، این از این. بعد حالا اگرم مثلا بخواید دوباره مثلا پیستش کنید، اگه با یه همچین پیغامی روبرو شدین بذارید مثلا کپی اند ریپلیس، همون گزینه اولو بزنید دیگه واسهتون میزنه. اوکی، این پوشه کلو واچ داگز. میایم بیرون، میریم وارد پوشه مدلز میشیم. اینجا یه دونه TXT زده. خب میایم داخل پوشه مدلز، پوشه TXT رو پیدا میکنیم. اینجا داشت.
اوکی، وارد پوشه txt واچ داگز میشیم. اینو میای کپی میزنی دوباره و توی این پوشه پیستش میکنی که من دوباره پیستش کرده بودم عقب و اینجا حالا نیازی نیستش پیستش کنم. بعد کار ما اینجا با 2 تا از پوشه ها تموم میشه، میمونه یه دونه پوشه. اوکی، اون یه دونه پوشه چیه برادر؟ add GTA 3 img. اوکی، اینم بهتون بگم قبل اینکه مرحله هایی که انجام میدم خب انجام بدید، از پوشه GTA 3 img تون یه کپی بگیرید که اگه مثلا ماد براتون درست اجرا نشد بازیتون خراب نشه. اوکی، که حالا بهتون میگم چجوری این کار رو انجام بدید. میایید اینجا، میایید تو پوشه GTA San Andreas. خب بذار اینو یه لحظه مینیمایز کنم قاطی پاتی نشه. اینجا زده چی؟ یه دونه اینجا کاری نداره، یه دونه اینجا GTA 3 سرچ کنید براتون اینو میاره، زده GTA 3 img. اینو یه کپی میگیرید هر جایی دوست داشتید مثلا پیستش میکنید که مثل یه بکاپ براتون بشه دیگه. اگه مثلا اون پوشه خراب شد این باشه که بتونید جایگزینش کنید بازیتون در واقع خراب نشه مثلا موقع اجرا. اوکی، اینو مثلا کپی پیست میکنید حالا یه پوشه حالا هر جایی که دوست داشتین. بعد شما موقع نصب پوشه GTA 3 img یا به حالا یه دونه برنامه نیاز دارید، یا GTA img tool یا این برنامه‌ای که من دارم که اسمش بذارید ببینم چیه، آلیسیز img tool یا همچین چیزیه. خب که واردش بشید یه همچین فضایی رو به شما میده. اوکی، که حالا اینم اگه اسمشو توی حالا گوگل یا کروم حالا هر جا سرچش کنید، توی سایت زرگیم یا سایت های ایرانی دیگه یا حتی سایت های خارجی هم میتونید دانلود کنید، بعد حالا وارد کامپیوترتون بکنید. این حالا نیازی نیست وارد پوشه GTA San Andreas بشه، این حالا خودش یه برنامه جداست. خب وارد برنامه که شدین فایل رو میزنید اوپن، روی اوپن کلیک میکنید، هنگ کرد و میرید توی پوشه GTA San Andreas تون. خب همون لوکیشن GTA San Andreas تون، مثلا برای من توی GTA San Andreas اینجا، مثلا GTA Black Zone اینجا میاد یه دونه GTA 3 دوباره سرچ میکنید که براتون پوشش رو بیاره. خب این هاشش زده GTA 3 img، اینو روش کلیک کنید واسه تون تمام فایلایی که توی GTA 3 img وجود داره رو بارگذاری میکنه. اوکی، بعدش میایم چیکار میکنیم؟ وارد پوشه واچ داگز که نمیشیم، باید گزینه ایمپورت نگاه کنید، این فلش سبز رنگی که رو به پایین سرش روش کلیک میکنید و وارد پوشه واچ داگزتون میشید. پوشه من مثلا واچ داگزم توی دسکتاپ بود دیگه، روی دسکتاپ هم بندازید که مثلا زیاد دنبالش نگردین. اینم واچ داگز GTA San Andreas GTA 3 img رو کلیک میکنید، همینو اوپن میزنید. خب که من حالا اوپنش رو زدم دیگه نمیزنم که بازی قاطی نکنه برام قاعدتا. اینو اوپن رو که بزنید وارد همون پوشه میشه. خب که حالا اگه من سرچش کنم این پایین فکر کنم باشه، بذارید ببینم. فکر کنم همین بود دیگه، WSA اینا Watch Dogs SA مخفف اینا، این همون پوشه است اومده اینجا. بعد که پوشه یارو فایل رو وارد GTA 3 img کردین، این گزینه سیو رو بزنید، زده سیو بغل پوشه آبی رنگه، اونو حتما بزنید که سیو بشه. خب بعد اینکه سیو کردین حالا ضبطه رو بزنید دیگه، بازی میاد بیرون براتون. اوکی، خب آقا مرحله نصب مادمون اینجا تموم شد به طور کل و حالا میریم یه تست از بازی بگیریم. من این رکوردر رو قطعش کنم، تو ویدیوی بعدی میام بهتون نشون میدم. البته اینم بگم من رکوردر قطع کردم. خب چندین بارم گفتم من با رکوردر لپتاپم نمیتونم بازی رکورد کنم، چون
حالا بچه‌هایی که قبل منو ساب داشتن و ویدیوها رو دیدن میدونن رکوردر لپتاپم بازی رو در واقع لگی میکنه و اصلا به درد نمیخوره. مجبورم با دوربین گوشی رکورد بگیرم که حالا شما هم ببینید اصلا صفحه رو میپرونه کلا. اوکی آقا من جی تی ای رو اجرا کردم و حالا بازی اجراش رو درتون میگیرم فعلا. خب آقا ما وارد بازی شدیم. بچه راستی اینم بهتون بگم چون یه سری تغییرات روی اسکریپت های بازی انجام دادیم، خب شما باید بازی رو از اول اجرا کنیم، یعنی نیو گیم اجرا کنیم، چون مثلا یه سری تغییرات ریزی انجام شده توش، به خاطر همین باید گیم رو از اول استارت کنید. آره خلاصه. خب بعد از 5 تا 2 سال شرقی خب وارد همچین شلوار کردی باشه داداش. خب آقا میاد اینجا، خب کنترل دبلیو رو که بزنید چیت منو براتون فعال میشه و با یه همچین صحنه مواجه میشید. خب میگه جی رو بزنید آلارم میده، ماشین دزگیرش در میاد. خب صدای دزگیرش در میاد. یا اول فصل همین جوریش هم لگه برام، چون برسه این که بخوام از صفحه رکورد بگیرم. یو رو بزنید آنلاک میکنه در رو، یعنی مثلا اگه در ماشین قفل باشه و اینا واسهتون آنلاکش میکنه اینجوری، همین ایزی ای. حالا اگه مثلا در ماشین قفل باشه دیگه قاعدتا لاک هم که میاد در ماشین رو قفل میکنه با ال. بیا در ماشینش قفل شد فکر کنم دیگه نتون نه دیگه سوار نمیشه. میبینید بعد بورست چیه حاجی؟ یه دقیقه نرو بیناموس. خب یه ماشین دیگه بیاد. وایستا. آها اگه استوپ رو بزن. استوپ چیه؟ با کدوم دکمه است؟ استوپ با وایه. مثلا ماشین های در حال حرکت و پشمام رو آدماش هم میتونیم چیز انجام بدیم. رو بزنی نگاه فری مانی. پشمام حاجی نمیدونستم اینو، من فقط ماشیناشو امتحان کرده بودم. خب بورست چیه؟ بیو بزن. بی یا ابوالفضل یا حسین داداش آروم باش. اکسلریت چی وایسا؟ اکسلریت ایکس رو اگه بزنیم بذار ببینم. زده فری یا حسین. حاجی خیلی خوبه داداش. نه یا جلو شوک بهت وارد میکنم. حاجی خیلی ماده خوبیه. خوراکی کنریزی حاجی. سمندو حاجی بذار دونه. بیا بیرون. خب حاجی نه یا بی شرف میام شوک باید وارد میکنم. امیر بی تربیت بلغاز. حاجی یعنی یکی از خداترین مادهایی بود که توی جی تی ای سن اندرس زده بودم. واقعا گاده. حتما امتحانش کنید. لپتاپ من چون خیلی زغالیه بازی لگ داره. قبلا اینجوری نبود. اوایل که لپتاپمو گرفته بودم دیگه انقدرم لگ نداشت. یه کش رایگان به ما میدی ناموسن. دم گرم حاجی. خدایی خیلی خفنا. پلیس سلام. پلیسش فوش دادی؟ چی گفت؟ بذار من اینو بزنم لهش کنم. فوش میدی؟ آره بذار اول پولتو خالی کنم. پول داری؟ الو از پلیس نمیشه قاپید نه؟ بیشرف. پلیس هم پرسید. پشمام چیز اخطار چی هم میده بهمون پلیسو. وایو بزن استاپ کن. یا ابوالفضل داداش نیا بذار پولاتو بدزدم. بودو بینم بابا.
حاجی ای کاش میشد چراغ راهنماش و اینا رو هم واقعا هک کرد. خیلی مادش خفنه واقعا. دم سازندش گرم ناموسن. انصافا قشنگ بود. آقا اینم بود از تست ماد و امیدوارم خوشتون اومده باشه. من که خیلی حال کردم باهاش. انصافا ماد قشنگی بود. دمتون گرم که ویدیو تا آخر تماشا کردین. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره که کلی بهم انرژی میده و شما موجود از خانواده پشتیانامی میشین و اون زنگوله بغلش هم بزنید که هر موقع ویدیو گذاشتم بخار بشید. و همین دیگه تا ویدیو بعدی و معرفی مادهای دیگر بعدی. خدا یار نگهدارتون. پیس اوت.